الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 95 از آموزش کلمة التوحید، کلمة الطیبه، کلمة الإخلاص، عروة الوثقى، لا إله إلا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. در حلقه های گذشته ما به شما کاملا هفتمین شرط صحت لا اله الا الله را بیان نمودیم که این الانقیاد بود و به شما معلوم گشت 7 شرط صحت لا اله الا الله کاملا که اولینش علم است، دومینش یقین است، سومینش صدق است، چهارمینش اخلاص است، پنجمینش محبت است، ششمینش قبول است، هفتمینش الانقیاد است. همه اش الحمدلله به شما معلوم شد و ضد این هم به شما معلوم شد که ضد علم جهل است، ضد یقین شک است و شبهه است و ریب است، ضد صدق کذب و نفاق است، ضد اخلاص شرک است، ضد محبت بغض است و کره و بدبینی است و ضد قبول رد است و ضد انقیاد البته به شما حالا بیان کرده می شود. البته ضد قبول این رد است و ترک است و سرکشی هست و اباحه است. پس ضد الانقیاد کفری که ضد انقیاد است، کفری که نابود کننده انقیاد است، کفری که مقابل شرط صحت لا اله الا الله انقیاد است، این کفر اعراض و تولی است. البته این اولین کفر، اولینش کفر اعراض و تولی ضد شرط الانقیاد، چرا که دیگر نمود کفرها هست که اینچنین باز ضد الانقیاد است. کفر اعراض و تولی ضد هفتمین شرط صحت لا اله الا الله الانقیاد، مقابلش نابود کننده شکننده اش می باشد. پس بارک الله فیکم، تعریف اعراض و حقیقت اعراض به شما بیان کرده می شود که اعراض این چی معنی دارد. اعراض از یک چیز معناش این است که روی گردانیدن از همون چیز، باز داشتنی خود انسان، باز داشتنش خودش رو از همون چیز و توجه نکردن به همون چیز، روی نآوردن به همون چیز. بعضی از اهل علم گفتند که اصل اعراض به ضمه از عرض هست. معنای عرض گفتند این جانب است، یک جانب انسان، یک طرف انسان و میان پشت انسان. زیرا که گفتند انسانی که اعراض میکنه دو معرض هست، اعراض کننده هست، یعنی اعراض کننده از یک چیز جانبش رو گفتن یک طرفش رو به همون چیز میگرداند، بعد از این گردنش رو به همون میگرداند، یعنی اول رویش رو میگرداند، بعد جانبش رو، بعد پشتش رو به همون چیز میگرداند، ظهرش رو. بارک الله فیکم. برای همین گفتن این اعراض است. از این معنا هم فهمیده میشد که اعراض این روی خود را از طرف شریعت گردانیدن به دیگر طرف، یک، یا که پشت خود را گردانیدن، یا که اقبال نکردن به طرف شریعت نرفتن، یعنی به معنای این که شما شریعت را قبول نکنید، از شریعت روی گردانید. انا این معنای اعراض است. چه خیلی که اگر به مثال عادی فهمانیم، با یک کسی شما یک صحبت میکنید، با یک کسی یک نصیحت میکنید، اما این انسان از نصیحت شما اعراض میکند، یعنی نصیحت شما رو قبول نمیکند. بعد از اینکه شما صحبت رو میکنید به شما روی میگرداند و میبرود و سخن شما رو گوش نمیکند. یا که یک فرزند
یک انسان از دوست خودش اعراض میکند. اعراض یعنی از دوست خودش جدا میشود، از دوست خودش روی میگرداند، یعنی دوستی را به پایان میرساند، به همون انسان دیگر دوستی نمیکند. این اعراض است. اما اعراض به شریعت، این خیلی که بیان کردیم، ترک شریعت، باز داشتن نفس از عمل شریعت، روی نآوردن به شریعت، روی گردانیدن از شریعت و پشت خود را به شریعت گرداندن اعراض است. بارک الله فیکم. پس علما میگند معنای اعراض انقیاد نکردن. اگر به اسلام نگرین، معنای اعراض انقیاد نکردن، یعنی عمل نکردن به اسلام. خیلی که ما در شرط هفتمی لا اله الا الله بیان نمودیم که همان وقت لا اله الا الله صحیح می شود که عمل کنید. انقیاد این عمل است، طاعت است، عبادت است، هم درونی هم بیرونی، لیکن اصل انقیاد این بیرونی است. انقیاد به توحید، انقیاد به الله و رسولش و قرآن. پس انقیاد نکردن، عمل نکردن، اطاعت نکردن به شریعت، این اعراض است، خود به خود اعراض است. انسان همون را قصد کرده باشد یا نباشد. یک انسان مقصدش اعراض کردن و سرکشیدن از شریعت باشد، یا که مقصدش اصلا اعراض کردن فقط عمل نمی کند، انقیاد ندارد، پس این انسان معرض حساب می شود. و امتصال به شریعت نکردن، ملتزم پابند به شریعت نبودن، شریعت رو، عملها رو انجام ندادن و شریعت رو اعلان نکردن، و همه این به ترک عمل است. یعنی انقیاد نکردن، امتصال نکردن، اذعان نکردن، یعنی عمل رو انجام ندادن و از شریعت، از عمل کردن شریعت خود را داشتن، از فرضها رو بجا آوردن دست کشیدن، یعنی فرضها رو بجا نمیارد، و روی گردانیدن یا که سرکشی کردن از طاعت الله و رسولش، و گوش نکردن امرهای الله و نهیهای الله. گوش نکردن به معنی اینکه شما میدانید که الله فلان چیز رو حرام کرده است، رسول الله فلان چیز رو حرام کرده اند، اما همین حرام رو باز شما انجام میدهید، از حرام دست نمیکشید، باز همون عمل حرام رو انجام دادن. سبحان الله. قبول نکردن حکمهای الله و رسولش، این هم هست. قبول نکردن حکمهای الله و رسولش، ترک حکم به حکم الله، یعنی ترک کردن حکم الله و رسولش. انسان وقتی که حکم الله و رسولش رو ترک میکند، اعراض کرده است، از این الله روی گردانده است. مثلا امروزه حکومت هایی که هست، آیا به حکم الله و رسولش اداره سیستم خود رو میکند و مردم رو قضاوت و حکم میکند، یا که کنستیتوسیون رو خودش ساخته است 4-5 نفر و به همون کنستیتوسیون اداره میکند؟ البته به کنستیتوسیون هر کسی که به حکم الله و رسولش حکم نکند، پس داند که این به کفر اعراض داخل شده است و کفر شده است. و اینچنین تحاکم نکردن به حکم الله، تحاکم یعنی قضای طلبی حل و فصل مسائل. ابن کثیر رحمه الله در تفسیرش میگن که کذب بقلبه و تولا، او کذب بقلبه و تولا بفعله. به قلبش شریعت را دروغ شمرده است، یا که به قلبش دروغ می شمارد یا دروغ شمرده است، و به فعلش روی گردانده است. معنی سخن این که هر کسی که ظاهراً به شریعت پایبند نباشد، انقیاد نکند، عمل نکند، ملتزم به شریعت نباشد، این دلالت میکند که قلبش هم خراب است و قلبش هم شریعت را قبول ندارد. چرا که ما در حلقه های گذشته به نهایت چندین مرتبه تکرار کردیم که ظاهر انسان و باطنش به هم دیگر ربط دارد، به مانند زنجیر چگونه که پیوسته است، ظاهر باطن انسان پیوسته است. ظاهر انسان چقدر خوب باشد، باطن انسان همون قدر خوب است، و باطن انسان چقدر خوب باشد، ظاهر انسان همون قدر خوب است. بجز منافقین که یک مدت در بین مسلمان ها خودشون خوب نشان میدادند، اما در تنهایی باز کفر را انجام میدادند، چرا که باطنشون با ظاهرشون موافق نبود. منافقین یظهر الاسلام و یبطن الکفر بودند، اسلام ظاهر میکردند، کفر باطن نگاه میداشتند. اما یک انسانی که اسلام را قبول کرده است، در بین مردم و در تنهایی در همه حالت اسلام را عمل میکند، پایبند است، این دلالت میکند که باطنش خوب است. پس ظاهر و باطن هر دوش به هم دیگر پیوست است. خلاف بر مرجع این را قبول ندارد. مرجع ظاهر و باطن را به هم دیگر پیوست نمیداند.
و ابن تیمیه رحمه الله در کتاب الایمان الاوسط رحمه الله میگند والمتولی هو العاصی الممتنع عن الطاعه. متولی کسی که روی گردانیده است، سرکشی کرده است، روی گردانیده است، این انسان به نهایت گناه کرده، گناهگار، ممتنع، کسی که عمل کردن رو ترک کرده است، از شریعت عمل رو جدا کرده است و عمل نکرده است، از طاعت است. ممتنع عن الطاعه یعنی از طاعت الله سبحانه و تعالی خودش رو داشته است، طاعت رو ترک کرده است. و اینچنین با میگن التولی فی الطاعه و التکذیب فی الاخبار. اعراض من کسی است که سرکشی کند از طاعت الله، یعنی به الله سبحانه و تعالی اطاعت نکند و دروغ شمارد خبرهای آمده از جانب الله و رسولش رو. و اینچنین مروزی میگن التولی ترک الفرائض، روی گرداندن این ترک کردن فرایض است. تولی ما میگیم کفر التولی، کفر الاعراض. تولی چیست؟ تولی همین که فرایض ها رو عمل کردنش رو ترک کنید، فرض هایی که الله کرده است انجام ندهید. ابن القیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین میگویند و اما کفر الاعراض فإن يعرض بسمعه وقلبه أن الرسول لا يصدق ولا يكذب ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغى إلى ما جاء به البته. اما میگن کفر اعراض این همینچنین کفر است که انسان به گوشش، به قلبش، به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اعراض بکند. معنای اعراض چیست؟ گفتند رسول الله را تصدیق نکند و رسول الله را دروغ هم نشمارد و از رسول الله آشکار روی هم نگرداند و به رسول، یعنی رسول الله را دوستی هم نکند و رسول الله را دشمنی هم نکند. ببینید هر کسی که رسول الله را تصدیق نکند و اینچنین رسول الله را دروغ هم نشمارد، در بین است، هیچ چیزی نمیگفته اصلا. و هر کسی که با رسول الله دوستی هم نکند، موالات هم نکند و اینچنین دشمنی هم نکند، و البته این انسان به کفر واقع شده است، کفر اعراض. و امروز چقدر انسان های زیاد هستند که حالا در حیرتند، نه تصدیق کرده اند و نه قبول کردند، اما در آخر با میبینید که خودشان را مسلمان میدونند. این جایز نیست، این کفر است. و ابن سعدی، عبدالرحمن ابن سعدی در تفسیرش میگن که كذب الاخبار وتولى عن الانقياد، یا که کذب الاخبار وتولى عن الانقياد، دروغ شماریدن خبرها و روی گردانیدن از عمل، انمین اعراض است. و محمد ابن عبدالوهاب میگن که دهمین شکننده اسلام این اعراض است. اعراض از دین است. اعراض چیست؟ در دوامش میگن که لا یتعلمه، کسی که دین رو تعلیم نمیگیرد، و لا یعمل به، و عمل هم نمیکند. سبحان الله. دهمین شکننده اسلام گفتند اعراض از دین است، روی گردانیدن از دین است، ترک کردن عمل و انقیاد است. این چگونه هست؟ اعراض چگونه میشد؟ گفتند هر کسی که دین رو تعلیم نگیرد، آن جایهای دینی که تعلیم گرفتنش فرض عین است، اگر تعلیم نگیرید گناه عظیم میگیرید و تعلیم نگیرید و نفهمید کافر میشوید، با مانند توحید و شرک و غیره. هر کسی که همین چیزهای ضروری فرض عین رو تعلیم نگیرد، اصول دین رو تعلیم نگیرد و عمل هم نکند، پروا هم نکند، انمین اسلامش شکسته است و کفر شده است. الله المستعان. امروز به چشم خود چقدر انسانها را میبینید که خود را مسلمان میدانند، اما در همین عمر خود یک دقیقه برای تعلیم توحید، برای تعلیم گرفتن شرک به ناگاه به شرک واقع نشوم صرف نکرده است. امروز انسانها تعلیم گرفتن دین را صرف شدن وقت خود میدانند، گویا که وقتشون بیهوده صرف شده است. تعلیم گرفتن دین، تعلیم گرفتن توحید، تعلیم گرفتن شکننده های اسلام تا که به شکننده های اسلام واقع نشود، تعلیم گرفتن اصول دین، تعلیم گرفتن رکن های لا اله الا الله، تعلیم گرفتن کفر بر طاغوت، تعلیم گرفتن شروط های لا اله الا الله و ضدش، امروز کم مشاهده می شود در بین مسلمان ها. و چقدر مسلمان ها هستند و چقدر انسان ها هستند که از این اصول دین، از شروط، از رکن لا اله الا الله، از توحید بیخبرند و حرکت هم برای آموزش نمی کنند، کوشش هم نمی کنند، سوال هم نمی دهند. فکرشان خوب است، عقل خوب دارند، حیات خوب دارند، اما از سحر تا بیگاه مشغول به دنیا هستند.
تاجر هستند، بعضی ها یا که استاد دوریدگر هستند و غیره و غیره، لیکن به خاطر دنیا از سحر تا بیگاه مشغولند، خود را مسلمان میدانند، لا اله الا الله میگند، معنای لا اله الا الله نمیدانند، رکن لا اله الا الله را نمیدانند، شروطهاش را نمیدانند، ضد لا اله الا الله عمل میکنند، شکننده های لا اله الا الله را نمیدانند و بعد از این حرکت هم برای آموزش نمیکنند، سوال هم نمیکنند، عمل هم نمیکنند به مقتضای لا اله الا الله. پس این انسان آیا مسلمان است؟ کسی که گفت لا اله الا الله نه نماز میخواند، نه فرض ها را بجا می‌آورد، نه عمل میکند، نه میخواهد که تعلیم بگیرد، هیچ کوششی برای دین نمیکند، این مسلمان نیست. این بشکننده اسلام واقع شده است، کافر شده است. هم بشکننده اسلام، هم بشکننده شروط لا اله الا الله واقع شده است. پس برادران و خواهر مسلمانم، بارک الله فیکم، کوشش بکنید که دین خود را تعلیم بگیرید، کوشش بکنید که توحید، اصول دین، کلمه توحید لا اله الا الله، رکنهایش، شرطهایش و شکننده های اسلام، شکننده های شرط های لا اله الا الله را بیاموزید، کفر بر طاغوت را بیاموزید تا که در آخرت نجات یابید، بارک الله فیکم. پس همین کلمه اعراض، کفر اعراض، این چنین به خودش دیگر نام ها را دارد. کفر اعراض را این چنین میتونید بگید کفر تولی، کفر الصد، کفر الترک، کفر المخالفه، کفر الامتناع. کفر اعراض گفتیم این روی گردانیدن، التولی، ترک عمل یا که بازداشت کردن نفس از عمل، انجام ندادن عمل، یا که مخالف به شریعت برآمدن، یا که من کردن نفس از عمل کردن، این همه کفر اعراض است. بارک الله فیکم. پس فرق بین تولی و اعراض در چیست؟ امام ماوردی رحمه الله تعالی در کتاب تفسیرش میگن یتولی عن الداعی و یعرض عما دعا الیه. میگویند که از انسان دعوت کننده روی میگرداند و از آن چیزی که خبر میدهد اعراض میکند. از این سخن امام ماوردی فهمیده می شود که کفر التولی نسبت خود انسان است، تولی ما میگیم که کسی به کفر تولی، کفری که روی گردانیدن واقع شد، یعنی به خود رسول الله، از رسول الله روی میگرداند یا که از قرآن روی میگرداند. و کفر الاعراض این از خبر روی میگرداند، از گفته رسول الله روی گردانیدن است. بعضی انسان رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول میکند، اما خبرهایی که رسول الله آورده اند، احکامهایی که آورده اند، امر و نهی که آوردند، از این چی میکند؟ دست میکشد، از این روی میگرداند، از خبرها، نه از خود رسول الله. این کفر اعراض است. اعراض از سخن رسول الله، از احکام شریعت، از دین الله. اما بعضی انسان ها از خود رسول الله هم روی میگرداند، قبول ندارد، که این تولی هست. پس فرق بین تولی و اعراض این است که تولی از انسان و شخص است و اعراض از خبر است. بارک الله فیکم. و سیوطی هم در کتاب قطف الازهار به همین معنی سخن میکرد، والاعراض و التولیه کیلهما بمعنى واحد. گفته شده است که میگن این اعراض و تولی به معنی یگانه است. چه که ما بیان کردیم اصلا اعراض، کفر الاعراض و کفر التولی هر دوش یک معنی دارد، اما وقتی که خوب دقت میدهیم میتوانیم در حقیقت جدا کنیم. ما یک قاعده رو در حلقه های گذشته بودیم که در زبان عربی هر یک کلمه که آمده است حتما معنای الهیده خود را دارد، گرچنده که هم معنا است. اعراض و تولی این دو کلمه جداگانه است، البته به هم دیگرش هم معنا هست، کلمه مرادف است، اما وقتی که به دقت نظر میکنیم این دو کلمه جداگانه معنای خاص خود را دارد که تولیه به جسم است، اعراض به قلب است. چخیلی که این را سیوطی میگند. یعنی در بیان کردن فرق ماوردی این بود که اعراض از انسان است به انسان است، اعراض به خبر است و تولیه به انسان است. اما سیوطی میگه و دیگر علما میگن که اعراض به قلب است، تولیه به جسم است. بعض انسان به قلبش از شریعت
اعراض میکند، روی میگرداند. بعضی انسان به جسمش. بارک الله فیکم. و این چنین بعضی از علما گفتند که التولی الرجوع عودا على بدء والاعراض واخذ في ارض الطريق والمتولي اقرب امرا من المعرض عليهما. و میگند عموما متولی نزدیکتر است نسبت به اعراض به شریعت، لیکن عموما هر دویش هم کفر است. هم تولی روی گرداندن، هم اعراض و دست کشیدن، هر دویش هم کفر است و انسان را از دایره اسلام بیرون میکند. خیلی که سخنهای علما را ذکر کردیم در تعریف که شیخ محمد ابن عبدالوهاب در 10مین شکننده اسلام این مسئله را بیان نمودند. و باذن الله تعالی در حلقه های آینده ما آیات های قرآن را، دلیل ها را از آیات قرآن ذکر می نماییم و اینکه کفر اعراض وجود دارد و بعد از این از سنت رسول الله صلی الله علیه و و بعد از این اقوال صحابه و علمای امت به شما ذکر میکنیم که این عادت اهل سنت و الجماعت همین است که در هر یک مسئله دلیل ها را از قرآن و سنت و اقوال علما از صحابه تا امروز ذکر میکنند. بارک الله فیکم. و البته این آخرین کفر است، ضد آخرین شرط لا اله الا الله. و بعد از بیان این کفرهایی که ضد الانقیاد است، شرح و توضیح لا اله الا الله باذن الله به پایان میرسد. پس از الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم که انجام دادن و بجا آوردن رکوعهای لا اله الا الله و بجا آوردن شرطهایش را به ما نصیب بکند. اخلاص و توفیق، اخلاص و متابعت رسول الله را به ما نصیب بکند. از قلبمون ریا را نابود بکند و عملمون را از ریا پاک سازد و عملمون را و از قلبمون نفاق را دور بکند و این عملهای کرده امون را سبب نجاتمون در این دنیا و آخرت بکند. و تمام برادران و خواهرانی که این حلقه ها را گوش میکنند و پهن میکنند و تعلیم میگیرند، الله سبحانه و تعالی اولا موحدشون سازد، مغفرتشون بکند و ان شاء الله به نامه اعمالشون این همه اجر